سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش اومدید به کانال ترید جدید یا همون نیو تریدر. عزیزان، ما تریدر جدید هستیم که میخوایم ترید رو انجام بدیم و باش ببینیم که به چه مشکلاتی رو داره و چه سختی‌هایی داره تا اینکه بتونیم به سود مستمر و یا سود ماهانه دست پیدا کنیم و اصلا ببینیم توی یه ماه، 2 ماه، 3 ماه این ترید کردن جواب میده یا نه. ما الان روی رمز ارز پینوت یه دونه پوزیشن شورت باز کردیم و الان دلیلش هم اینه که فقط روی فیبوناچی ریترستیمنت رو که رسم میکنیم میبینیم که قیمت اومده زیر این فیبوناچی و روی خط نیم فیبوناچی ریترستیمنت قرار گرفته. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که یه پوزیشن شورت بگیریم. خب الان حدود 2% توی سود هستیم و با یه استاپ لاس و یه تک پروفیت، استاپ لاسمون $4 و تک پروفیتمون $17. مرسی که نگاه کردید.